سوهل جون، نشستی آمریکا بهترین زندگی رو داری؟ بایدم از این حرفا بزنی، بایدم خدا رو شکر کنی. ببینم اگه ایران بودی بازم از این حرفا میزدی؟ اگه این زندگی رو نداشتی بازم اینجوری خدا رو شکر میکردی؟ جون دل، داری میوه‌های درخت رو میبینی، بیا بشین واسط از ریشه هاش ببینم اگر کسی توی تاریکی باشه حرف از روشنایی بزنه نمیخندی بهش؟ نمیگی اگر لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره؟ تاریکی رو دیده که الان تو روشنایی داره بهت آدرس رو میده، آدرس رو بردار. مراقب کلک ذهنت باش عزیز. کسی که توی فقر داره دست و پا میزنه مگه میتونه از ثروت جان جانان حرف بزنه؟ مگه اصلا توانشو داره؟ اما کسی که توی فقر دست و پا زده الان تو مسیر جان جانان به خیلی چیزا رسیده. این همون آدم است که اون دورانی که تو الان توشی رو گذرونده، شاید خیلی خیلی بدتر است از همه لحاظ. آدرس رو بردار، گیر نکن تو چرتکه قضاوت ذهنت. خیلی راحت فطرتت، اون ذات الهیت بهت میتونه بگه که این صدا از راه دور اومده، خسته است. این صدای عجیبیه، صدای نیستش که تو ناز و نعمت بوده باشه. شهودت قشنگ اینو بهت میگه، اما ذهنته که میاد جفتک میندازه. با قدرت میگم هر کسی که ویدیوهای من تا به امروز یک بارم که دیده امکان نداره درگیرش نشده باشه. فطرتش درگیرش کرده، چون حقیقته. اگر حرفی میزنه زندگیش کرده عزیز، داره زندگیش میکنه. آدرس رو بردار، گیر نکن تو چرتکه قضاوت ذهنت. دوست دارم اون روزو ببینم که داری فریاد میزنی از شدت ذوق که چیکار کرد. گریه و خنده قرقاتی باشه با هم، از شدت ذوق داری در به در دنبال کلمه میگردی که پیدا کنی حرف بزنی. بابا این کارو کرد، برای این کارو کرد، چرا کلمه پیدا نمیکنم؟ دوست دارم به اونجا برسی. نمون تو چارچوب بدبختی. عادت نکن که فقط بدبختی ها رو ببینی. در آخر عزیز اینو بهت بگم، هر حرفی رو تا به امروز از من شنیدی حرفه رو از قالب جسم سهیل سنگرزاده درش بیار، اصل حرفو بگیر. نذار ذهنت آتشغال تحویلت بده کلکت بزنه که این تو آمریکاست. اگر تو ایران بود این شرایطو نداشت. یه سر بچرخون، این همه افراد موفق رو تو همین شرایط ببین، تو تمام زمینا که خیلی ها تو جهان به گرد پاشون هم نمیرسن. تو همین آمریکا وسط لس آنجلس انقدر کارتون خواب هست که جرئت نمی کنی راه بری. آره، جلوی کاخ سفیدش کارتون خواب هست. مراقب باش گول این سوشال مدیا و هالیوود رو نخوری عزیز.
اینجا هم مثل همه جای دیگه جهان آدمی داره که ثروتمند به لحاظ مالی و ذهنی، آدم فقیر به لحاظ مالی و ذهنی، جفتشو داره. خودت خیلی ها رو دیدی که طرف موو کرده رفته اروپا، کانادا، امریکا، اما دست از پا دراستر برگشته. خیلی هم دیگه راه برگشتی نداشتن و دارن تو همون شرایط سخت که پشیمونن مجبورن بگذرونن. حواست باشه به نجواهای ذهنت کاری نکنه آدرس رو گم کنی، آدرس رو نگیری. هوشیار باش عزیز. این 5 سالی که من امریکا هستم، خب بارها اومدم ایران رفتم، شرایطو میدونم، فکر نکن نمیدونم. اما تو ذهنتو بستی روی بدبختی، عادت کرده، ذهنتو شرطی کردی و جهانم افرادی رو دورت گذاشته که به باورهای تو نزدیکن، که حرف از بدبختی میزنن. تو همون جایی که تو داری زندگی میکنی بسیارن افرادی که موفقن تو تمام زاویه های زندگی. خودتو نجات بده عزیز. هر آت و آشغالی رو نشون سرزمین وجودت نده، چون جهان همونا رو تحویلت میده. افرادی که دارن از فقر و بدبختی پست میذارن، حرف میزنن و دنبال نکن، جهان تحویلت میده. ذهنتو ببند رو زیبایی. افرادی رو دنبال کن که دارن زیبایی های جهان رو نشون میدن، نه فقر و بدبختی رو. مگه تو فقر و بدبختی رو میخوای که یک سره کلت تو فضای مجازی دنبال اینه که کی سر کی رو کلاه گذاشت، کی به کی خیانت کرد، کی مرد؟ مگه تو اینا رو میخوای؟ نه آقا سول، یعنی ما واقعیت ها رو نبینیم؟ آقا واقعیت نگاه توه. در جهان خیلی چیزا هست، تو چی میخوای؟ الگوهای مناسب و نشون ذهنت بده. افرادی که به اون خواسته ای که تو میخوای رسیدن، ببین، تشویق کن و بگو الهی شد این رسیده، منم میخوامش، تا جان جانان بذاره تو مسیرت. پسشون نزن، نگو فلان فلان شده یه دزد، نگو اون که باباش بهش داد. قضاوت